لباس بلوچی، بازتاب تاریخ، فرهنگ و هویت. لباس مردان بلوچ که در مناطق بلوچستان ایران، پاکستان و افغانستان رایج است، تجلیگر فرهنگ، تاریخ و شرایط اجتماعی این منطقه است. این پوشش علاوه بر جنبه‌های کاربردی، نماد هویت فرهنگی و اجتماعی بلوچ محسوب می شود. طراحی این لباس‌ها با الهام از طبیعت و سنت‌های دیرینه، ترکیبی از ساده‌زیستی و هنر را به نمایش می‌گذارند. ساختار لباس مردانه بلوچی: پیراهنی بلند که معمولاً از پارچه‌های نخی یا کتان دوخته می‌شود. این پیراهن با لبه‌های بلند و آزاد هم محافظی در برابر آفتاب و گرد و غبار است و هم آزادی حرکت را برای فرد فراهم می‌کند. شلوار بلوچی معمولاً آزاد و راحت است تا با شرایط آب و هوایی گرم منطقه هماهنگ باشد. این طراحی همچنین تحرک بیشتری به فرد می‌بخشد. دستار یا لنگی یکی از مهمترین اجزای لباس مردان بلوچ است که علاوه بر محافظت از سر در برابر آفتاب و گرد و خاک، نمادی از وقار و هویت فرهنگی نیز به شمار می‌آید. بسیاری از مردان بلوچ از کمربندهای تزئینی خاصی استفاده می‌کنند که نشانگر موقعیت اجتماعی یا وابستگی قبیله‌ای آنان است. لباس مردان بلوچ نتیجه تعاملات فرهنگی و تاریخی منطقه است و تأثیرات متنوعی از فرهنگ‌های مختلف را در خود جای داده است. تأثیرات فرهنگ عربی در استفاده از دستار و طرح‌های ساده لباس نمایان می شود. ارتباط تاریخی بلوچ‌ها با اعراب این تأثیر را تقویت نموده است. موقعیت جغرافیایی بلوچستان که میان ایران و هند قرار دارد، باعث شده است تأثیرات فرهنگ ایرانی به ویژه در نوع دوخت و رنگ‌های طبیعی در این لباس مشهود باشد. نزدیکی بلوچستان به شبه قاره هند و ارتباطات تجاری و فرهنگی با آن منطقه در استفاده از رنگ‌ها و تزئینات لباس مردان بلوچ نقش مهمی ایفا کرده است. هر بخشی از لباس بلوچی، از رنگ‌ها تا نوع دوخت، هویت اجتماعی و قبیله‌ای فرد را به نمایش می‌گذارد و ارتباط عمیقی با فرهنگ و سنت‌های محلی دارد. بسیاری از این لباس‌ها در خانه و با دوخت‌های دستی تهیه می‌شوند که نشان دهنده ارزش‌های ساده‌زیستی و خودکفایی در فرهنگ بلوچستان است. لباس مردان بلوچ به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی ترکیبی است از سنت، هنر و تأثیرات تاریخی. این لباس‌ها که در میان مردمان بلوچ ایران، پاکستان و افغانستان رایجند، نه تنها پوششی کاربردی هستند، بلکه نمایانگر هویتی است که در طول تاریخ از آزمون‌های دشوار سربلند بیرون آمده است. با وجود تأثیرات مختلف از فرهنگ‌های عربی، ایرانی، هندی و قبیله‌ای، لباس بلوچی همچنان به عنوان یکی از اصیل‌ترین مظاهر فرهنگی منطقه باقی مانده است. تیوتی بلوچی چانل، اهوش تیری، گما همراه بید.